سلام رفقا، چطوری؟ توی این ویدیو میخوایم به یکی جزئیات GTA اونلاین بپردازیم. با اعضای کادر درمون شروع ببینیم دقیقا کارشون چیه، چیکار میخوام بکنه. حالا کسایی که ندیدن این ویدیو ببینن. خب الان این خانم محترم رو میکشیم به همین سادگی. با بمبم بتره کنیم دو دلم ولش گناه داره. وایسین تا اعضای کادر درمان. خب اینقدر پشت و اشتیاق میخوان بیان ببینید کسی که نیده برن دقیقا میخوان چیکار. جنازه از بین نره تو ما یک کله رو. چرا نمیان از ای کادر درمان؟ ماشین اون خانومه رفت ولی خودش بود. یکی دیگه جزئیات دیگه. خب بریم روشون زوم شیم ببینیم دقیقا چیکار میکنیم. دستم نمیزننش. قیمت کرده باشید دستم نمیزنن. بلکه مثلا قاتل شناخته نشه. خب تو این برگه دارم می‌نویسن یه جنازه اینجاست و اینا. آره خودشونم نمیان ببرنش، یه چیزی بیارن، یه تختا بیارن ببرنش، با برانکار ببرن هر در حد از اون وسط جمعش کنن، همه ماشینا لهش کنن. اینم از این بچه. مرسی تا ویدیو بعدی فعلا.